امام زمان یا گوساله سامری. عالم هستی آقا رو میشناسه، صاحب زمانه. عالم هستی آقا رو میشناسه، صاحب زمانه. صاحب زمانه. فکر کنی تو فقط میگی عبدالحسن؟ و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. بینندگان گرامی، در طول تاریخ ادیان آسمانی، علاقه و محبت پیروان آنان از یک سو و عدم آشنایی کامل آنان به آموزه‌های دینی و کتب مقدسشان در سوی دیگر سبب شده است تا عده‌ای فرصت طلب با شعار حمایت از باورهای دینی و ساخت قداست‌های دروغین دست به غارت و چپاول سرمایه‌های مردم بزنند که میتوان به گوساله سامری در زمان موسی علیه السلام به عنوان نمونه‌ای از این تجارت دینی اشاره نمود. الله متعال در این باره می‌فرماید: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قوم موسی پس از رفتنش به میعادگاه از زیورآلاتشان پیکر گوساله ای ساختند که صدایی داشت. آیا نمی دیدند که با آنان سخن نمی گوید و هیچ راهی را به آنان نشان نمی دهد؟ آن گوساله را ظالمانه معبود قرار دادند و بعد از پیامبر بزرگوارمان صلی الله علیه و آله و سلم در امت اسلامی نیز دوری از قرآن کریم سبب شد تا سامری زادگانی به نام دین برای مردم گوساله ها بتراشند و مردم را به عبادت آنان فراخوانند. عالم هستی آقا رو میشناسه، صاحب زمانه. عالم هستی آقا رو میشناسه، صاحب زمانه. فکر کنی تو فقط میگی عبدالحسن؟ و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. فکر کنی تو فقط میگی عبدالحسن؟ و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. آنچه این آخوند سامری از آن به عنوان صاحب الزمان یاد می کند، گوساله سامری دیگری است که وسیله‌ای برای فریب و چپاول مال و ناموس شیعیان قرار گرفته است. اما از آنجا که این امام زمان خیالی هیچ وجود خارجی ندارد و در کتب روایی شیعه و سنی هیچ دلیل صحیحی مبنی بر وجود او یافت نمی شود، نظریه پردازان این تفکر و تاجران این آستان سعی دارند تا برای گرم نگه داشتن رونق بازار گوساله سامری خود به هر دلیلی متوسل شوند. حتی اگر آن دلیل آیاتی باشد که صراحتاً درباره الله متعال و صفاتش سخن میگوید. به عنوان نمونه این آخوند در حالی که قادر به درست خواندن آیه 44 سوره مبارکه اسراء نیست، این آیه را که در وصف الله متعال است مطابق هوا و هوس خود به این گوساله سامری نسبت می‌دهد. فکر کنی تو فقط میگی عبدالحسن؟ و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه ولکن لا تفقهون تسبیحه. اما تلفظ صحیح و درست آیه این گونه است: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. آسمان‌های هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند او را به پاکی یاد می کنند و هیچ موجودی نیست مگر اینکه حمد و ثنای وی می گوید
ولی شما تسبیح آنها را نمی‌فهمید. بیگمان او بردبار و آمرزنده است. اما مهمترین دلیل برای باطل بودن استدلال این آخوند سامری عدم وجود یک دلیل صحیح برای اثبات وجود غایب همیشه غایب است. چگونه ممکن است قرآن کریم از غیر موجودی خیالی سخن گفته باشد و آسمانها و زمین و هر آنچه در میان آنهاست را تسبیح گوی او بداند؟ علاوه بر این، بررسی آیات قبل و بعد این آیه به وضوح آشکار می سازد که این آیات کاملاً بر ضد این باور و پیروان آن نازل شده است. الله متعال در آیات قبلی این آیه می فرماید: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. بگو اگر آنگونه که مشرکان میگویند معبودان دیگری با پروردگار بودند، در این صورت به طور قطع معبودان باطل برای تقرب به الله متعال راهی به سوی صاحب عرش می جستند. پروردگار پاک و منزه است و بسی برتر و بزرگتر از آنچه می گویند. آسمانهای هفتگانه و زمین و آنچه در آنهاست او را به پاکی یاد می کنند و هیچ موجودی نیست مگر آنکه پروردگار را به پاکی و بزرگی می ستاید، ولی شما ستایش و تسبیحشان را در نمی یابید. بیگمان او بردبار و آمرزنده است. اما این چپاولگر مال و ناموس مردم به جای آنکه مردم را به حقیقت معنای این آیات که همان توحید و یگانگی الله متعال است دعوت کند، صفات پروردگار قادر را به موهومی خیالی نسبت می دهد و برای خود و پیروانش خدای دیگری معرفی می کند. و حقاً که الله متعال در ادامه همین آیه امثال این سامری زاده را چه زیبا به تصویر کشیده است. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. و آنگاه که قرآن می‌خوانی میان تو و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند حجاب پوشیده و ناپیدایی قرار می دهیم و بر دلهایشان پوشش‌هایی می نهیم که آن را درک نمی کنند و در گوشهایشان سنگینی می گذاریم. و چون پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد کنی روی گردان و گریزان می شوند.